اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نوع دوم از احوال یهود. در این نوع دوم سروران گرامی خبائث ثلاثه یهود را الله تعالی بیان. احوال یهود به 5 قسم و به 5 نوع تقسیم شده. در قسم اول از احوال یهود انعامات و 2 نقمت بیان شد، تتمهش همین بود که امروز خواندیم. خب در این نوع دوم از احوال یهود خبائث ثلاثه یهود را در طول تاریخ اینها به 3 مرض مبتلا بودند. الله تعالی خبائث ثلاثه یهود را بیان می‌کند. اینجا یاد شده ذکر خبائث ثلاثه یهود. اول تولی، همیشه از احکام الهی اعراض می‌کرد، زیر بار اطاعت نمی‌رفتند. در طول تاریخ یهودی مرض مبتلا به این مرض، گاهی به صورت دست جمعی و گاهی به صورت انفرادی. اینها از فرمان الهی اعراض می‌کرد. 2 تعمق فی الدین. حالا در قرآن مجید این ترتیب نیست. تعمق فی الدین یعنی حکم خدا آمد بیه چون و چرا اجراش نمی‌کرد، حیله‌گری. تعمق فی الدین یعنی برای اجرای حکم خدا بهانه جویی می‌کرد. امروز یک بهانه، فردا یک بهانه، پس فردا بهانه دیگر. 3 حیله بازی، حکم خدا را با حیله نقض، با حیله اسقاط. ناراحت نباش، حیله بازی یکی از مرضهای یهود در طول تاریخ. حالا میان اول خباثت اولا تولی. الله تعالی میگه ما از اینا عهد و پیمان گرفتیم و برای اجرای اون عهد و پیمان اینها زیر بار نرفت، اعراض کردم، کورا بالا سر اینها قبول میکنید یا نه؟ یا شما را زیر این کو له کنم. بعد با قوت از اینها تعهد گرفتم و به اینها دستور دادم که آنچه احکام در این کتاب هست خوب با عمل اینها را یاد کنید تا از غضب خدای عزوجل نجات کنید. لیکن با وجود این همه عهد گرفتیم، اینها زیر بار عهد نرفتن، کوه را بالای سر اینها آوردیم، سایه کردیم. بهشون گفتیم دیگه الان خوب عمل کنید ورنه لهتون میکنید. بزور اجرای عهد بگردن اینها کردیم. لیکن با وجود این همه اهتمام که ما کردیم، اینها اعراض کردن. من بعد ذلك تقاضای اعراض از فرمان خدا و از احکام الهی این بود که ما اینها را ریشه‌کن کنیم و نسل اینها را برای همیشه منقرض کنیم. لیکن باز هم الله سبحانه و تعالی می‌فرماید فضل الله و رحمت الله اینها را دستگیری کرد که لحاظا ریشه‌کن نشدن، استیصال نشدن. قسمت اول مرض بزرگ یهود تقلی و اعراض از احکام الهی. نگاه کنید ترجمه میکنم. و اذا اخذنا میثاقکم، یاد کنید اون لحظاتی را که گرفتیم ما از شما عهد و پیمان که حقایق آبا و اجداد یهودی های موجود پدران اینها این عهد و پیمان گرفته شد و شما زیر بار طاعت نرفتید و حاضر نشدید که تورات را معمول قرار بدهید. برای که شما تورات را معمول قرار بدهید، رفعنا فوقکم الطور، ما بلند کردیم بالای سر شما کوه را. اون توری که میثاق حضرت موسی، نه این مطلب تور به معنی کوه، کوهی را ما بالای سر شما آوردیم. الان قبول میکنید یا لهتون کنید؟ همه طور افتاده بودیم، گفتن دیگه بس دیگه الان قبول. الله تعالی میگه من با قدرت قهری شما را تسلیم کردم از تولی، زیر بار طاعت نرفت. لازم من بالای سر شما کوه را آوردم و گفتم تشریح میثاق و قلنا، دستور دادم که خذوا ما آتینا، اخذ کنید آن کتاب عظیم الشان تورات را که به شما عنایت کردیم، لیکن به قوت و قدرت تمسک به کتاب الله، صرف قدرت تا انسان از زندگیش
از راحتش، از آسایشش سرمایه گذاری نکند، اخذ به کتاب الله اصلا. برای اخذ به کتاب الله باید انسان از صحت خود، از سلامتی خود، از جوانی خود، از تمام توانایی خودش صرف کند تا بتواند تمسک به کتاب الله. تمسک به کتاب الله قدرت می‌خواهد. هر کجای الله تعالی دستور تمسک به کتاب داده، ارجع به قوت را آورده. حضرت یحیی را گفت کتاب را با قوت، و این هم مسلم هست. من به شما بگم با خوردن و نوشیدن و استراحت و آسایش آیا علم به دست میاد؟ خصوصا علم قرآن. خصوصا علم قرآن در امروز که مشتری ندار. علم قرآن را مردم حرفهای مولایی میکنند. علم دکتری ارزش دارد، علم به اصطلاح بازرگانی ارزش دارد، علم محدثی ارزش دارد ندارد. و متخصص بازرگان آقای دکتر نشسته و مهندس نشسته، یک خطوکی را اینطور میکنه. امروز هم که چیه کامپیوتر آمده راحت درس میکشه، خطوکی و میلیون ها پول میگیرن. مگر ساختمان رو نگاه میکنه اون ترکی داره، بس 100,000 تومان برای یک نگاه میگیره. ولی امروز علم قرآن مشتری نداره. نسخه های قرآن عظیم و شان را کسی اعمال نمیکنه. حاضر هم نیستن که اعمال کنن. این خاطر کسی میتواند به این قرآن تمسک کند که از همه چیز خود سرمایه گذاری کند. از فرصت خود، از صحت خود، از سلامتی خود، از خواب خود، از راحت خود باید بگیرد تا بتواند به این کتاب الله تمامی یمسکون بالکتاب سروران گرامی قوت. لازم ما به اینها دستور دادیم که خذوا ما آتیناکم بقوت، با قدرت تمام تمسک کنید به این کتاب الله. عمل به کتاب الله سروران گرامی. امروز علم به کتاب الله را حاصل کردن سخته، تو عمل به کتاب الله دیگه چقدر سخت. عمل یک سالی نیست، یک روزی نیست، 40 روزی نیست، 4 ماهی نیست، یک سالی نیست. لہذا تا زنده هستی به تمام دستورات کتاب باید عمل. این طور هم نیست که الله تعالی میگه یک دستور را شما عمل کنید، دستور دیگر آزادید. اتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. مثلا نمیشه یک قسمتش را عمل کنید، قسمت دیگر استساخت از زیر بار در بینید. خدا الله راضی میشه، زمان الله راضی میشه سروران گرامی که به تمام کتاب تمسک بشه، تمام ابعاد و اوامر کتاب عمل بشه و از تمام منهیات کتاب انسان اجتناب بکنه. اگر یک منهی کتاب را حلال بداند، یک حرام کتاب را حلال بداند، چی میشه؟ یک حلال را حرام بدانه. کتاب حلال کرده کسی نه حرام بدانه، کار انسان دیگه بدبختی تمامه. این خاطر قوت میخواهد سروران گرامی، باید اینجا سرمایه گذاری بشه. واقعا یک زمان یک شخصی حرف خوبی زد، آمده بود اینجا، حافظی بود از مشهد، گفت سخت‌ترین کار حفظ کلام الله. هر فنی را از فنون که انسان یک مرتبه یاد میگیره دیگه کلکش به دسته، دیگه لازم نیست که اینجا زحمت زیادی بکشه، با یک اشاره میتونه. حالا اینا که رانندگی ماشین بلدن، خلاصه هر ماشینی بیاید یک روزی امروزی انسان با اون تجربیاتش حاصل میشه، 2 مرتبه رانندهش میشه، بلد میشه دندهش چطور عوض کنه، فلان هر ماشینی. لیکن حافظی و حفظ قرآن سخت‌ترین کاره که انسان اگر از زندگی خودش علی دوام سرمایه گذاری نکند، حفظ کلام الله باقی نمیمونه. واقعا همینطوره. اگر انسان تا 2 ماه با قرآن تماس نگیرد، قرآن را نخواند، حافظهای گرامی بعد میتونه از حفظ چیزی بخواند، اکثر را اشتباه میکنه. این تجربیات خود ما یک مقداری از قرآن عظیم و شان حفظ کردیم، الان هیچ. حفظ قرآن آسان است. این حفظ را تا آخرین لحظات زندگی نگهداری کردن این قوت میخواهد که باید این حافظ
در 24 ساعت 1 ساعت و 2 ساعت و 3 ساعت را اون حافظ کامیابه که به خواندن کلام الله صرف بکنه. اگر صرف نکنه حضرت هم همینطور گفت که از شتر بر زودتر کلام الله از ذهن میره. شتر بر را شما قید کنید، بند کنید، به محض قید شد اولش باز شد دیگه نمیبینید. فردا بریم مگر اصلا از این نقطه دنیا به نقطه دیگر جهان. قرآن عظیم الشان زودتر هم از ذهن مگر کسی که همیشه این قرآن را بخواند تا همه آخری لحظات سختری کار شد دیگه. نطه یک حافظ که یک مرتبه حفظ کرد و تا سال نخانه میکنه این نمیمانه برایش. فی خاطر الله سبحانه و تعالی فرمود قلنا خذوا ما آتیناکم بقوت. تنها تمسک کنید زیر بغل نه، یاد کنید اون احکامی که در این کتاب است با عمل، با تمسک به کتاب الله و عمل به کتاب الله لعلکم تتقون. حکمت ذکر و حکمت اخذ به کتاب الله لعلکم تتقون. امید است که شما از غضب‌های الهی نجات، شما زیر مقت و غضب خدا قرار نگیرید. و بدون کتاب انسان زیر مقت و غضب خدا قرار میگیره. قرآن همین چیز را میگه. از غضب او تعالی شما میتوانید نجات کنید که تمسک به کتاب بکنید. با وجود این همه اهتمام، اینها زیر بار تورات نرفتن، کوه را آوردن و از اینها قرارداد لحظه ای گرفتن که کوه بالای سر اینها بود که شما تمسک به ما به قوت کنید و ذکر ما فیه بکنید. با وجود این ثم استبعادیه هست، با وجود این همه اهتمامات تولیتم من بعد ذلك، شما از اطاعت به کتاب الله و تمسک به کتاب الله اعراض کردید. از این بعد از این عهد و پیمان بسیار مؤکد تقاضای اعراض شما این بود که ریشه شما کنده بشه و شما در دنیا منقرض بشوید، مگر بعد هم فضل خدا شامل حال شما شد. من نبی بعد از نبی برای این که شما بیایید روی هدایت فرستادم. تورات کرد، بعد از تورات لحظا یوشع، خالد، انبیاء بنی اسرائیل تا عیسی ابن مریم ردیف شد. 1000 نبی که بعد از دیگری آمد که شما روی هدایت بیایید و شما از هدایت اعراض نکنید. الله سبحانه و تعالی چه ذات عظیمی. اگر فضل الله بر شما نمیشد مانع عذاب بالامهال و تأخیر العذاب و رحمت الهی، شما میشدید از خاسرین ثمر اصلی تولی. لیکن فضل الله و رحمت الله شامل حال شما بود. یکی بعد از دیگری نبی آمد و شما را تربیت کردن، شما را تزکیه کردن، ریشه‌کن نشدید. یعنی بعد از تورات هم ما شما را ویل نکردیم تا آمدن انجیل و بعد از انجیل فرقان هم آمده که شما را هدایت. این هم فضل الهی و احسان رب العالمین. یعنی الله تعالی ریشه شما را نکرده. شما هر چقدر خباست کرده از فرمان الهی اعراض کرده، الله تعالی فضل الله و رحمت الله شامل حال شما شده. سلسله انبیاء ادامه داشته بعد از موسی کلیم الله و تورات تا حضرت عیسی. میگه 1000 نبی الله تعالی برای ارشاد اینها و تعلیم و تربیت تورات الله سبحانه و تعالی در میان اینها مبعوث کرد. عیسی ابن مریم را در پایان با انجیل مبعوث کرد و 500 سال گذشت از نزول انجیل، 500 خورده سال از نزول انجیل و بعثت عیسی ابن مریم گذشت. خاتم النبیین را با قرآن عظیم الشان انذار کرد و مبعوث کرد. پس فضل الله و رحمت الله شامل حال شما بود. شما را ویل نکرده. اکنون آخرین فرصت است که اگر آمدید و تمسک به کتاب‌های الهی کردید و به آخرین کتاب نجات میابید، ورنه برای همیشه ذلیلی. اینها که نه آمدن زیر بار اطاعت ذلیل است. حالا با دنیای خار و پس سرگرم پشت سر جهنم مهین نسید. درست حالا خباست و مرض دوم هیباتی. اینها را الله تعالی در تورات دستور داد
که از صبح صادق شنبه تا غروب آفتاب همه روز باید شما به عبادت خدا و ذکر خدا مشغول. اجازه هیچ نوع تجارت و کسب و کار را ندارد. حتی تنهایی که در ساحل ماهیگیری میکنه حق ماهیگیری نداره. یعنی هیچ کسب و کار دنیا را برای شما مباح نگذاشت از صبح صادق شنبه تا غروب آفتاب. این حکم سریع الله را با حیله نقض کرد. ماهی‌ها روز شنبه می آمد سر آب. خدای قربان برای تو بشی که گاه یک قومی را امتحان میگیری که دور سخت از یک طرف گفته حق نداری ماهی بگیری و از یک طرف همه ماهی‌های وسط دریا را میارد کنار دریا. شنبه استعطیهم حیتانهم شرعا یوم سبتهم و یوم لا یسبتون لا تأتیهم حیتان. یک شنبه هر تین ها طول میرن در وسط دریا باز میبینه هیچ. شنبه تمام ماهی ها نه ماهی های کوچه عده‌ای از ماهی های شیر دارد میاد. قلب ماهی ها پاره میشه وقتی یک ماهی فرض کنیم 80 کیلوی شیر کنار دریا آمده. این ماهی ها که خود را نپوشن هستند 80 کیلو ماهی شیر آمده. خلاصه خباثت و مرض سوم حیله بازی ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم و به تحقیق شما میدانید اون آقایانی را که تجاوز کردند از شما یعنی پدران شما یعنی در تاریخ اجداد شما شناخته شده است اون هم در حکم شنبه اینها تجاوز کردند. ما دستور دادیم گفتیم آنها را وقتی که اینا حیله گری کردند دیدم که این همه ماهی از این طرف ممنوعه یک چاله زده اون طرف چهنیمه درست کردن. گودالی چهنیمه گودالی چهنیمه کوچکی درست کردن و یک کانال از دریا کشیدن. شنبه که آمد ماهی ها حالا تکمیل پوره یک تختی روحایی. دریا همیشه گاگاهی مد گاهی جزره یا گاگاهی دریا میاد بالا گاگاهی میده پایین. لہذا دریا می آمد بالا چاله اینها پر ماهی ها هدایت و روز یک شنبه می رفت و سید می کردن. چنان سرمایه دار شدن از این ماهی حرام بود برش. آپارتمان ها چند طبقه دادن. امروز ماهی ها را بردن اسیر کردن که پرده می گیرن. لازم به سه دسته این قوم تقسیم شد. وعاد صوفی صاحبه و لحاظ ماهی گیرن. صوفی صاحبه وعاد را تبلیغی ها را گفتن لما تعیدون قوما الله مهلکهم. چرا اینا را تبلیغ میکنن خدا اینا را حلاک میکنن نافرمانی کنن. وعادی ها گفتن معذرة الی ربکم. از ما تبلیغ میکنیم که پیش خدا پرده بگیر خدا ما اینا را گفتی نافرمانی نکنی معذرة الی ربکم. ماهی ها اسیر اونها زیبا شعری ها توی خوابن صبح میبینن که بابا اول صبح یک شنبه اینا میان برای ماهی اول صبح میان ماهی های حوضه خود را میگیرن میبرن به بازار عرضه میکنن. امروز ماهی ها بیچاره اونجا دست و پا میزنن دریا هم رفته پایین و لحاظا ماهی ها بیچاره اینا چپت دارن که اینها را هم نمیگیره دارن بمیرن. آب دریا کم شده اینها همه آمدن پایین. از همین صوفی صاحبان رفتن که زیبا شهر خویشاوندان خود را ببینن که چرا امروز نمیان ماهی ها را نمیگیرن بازار قاطع میشه. رفتن تا سبحان الله توی حیاتهای خودشون همه اینها میمون شدن. زنان میمون ماده و بچه ها میمون کوچک و بزرگ و کوچک اینهای از یک ردیف میمون شد. لحظه یک دیگر را نگاه میکنن میشناسن گریه میکنن بعد از 3 روزم مردن توی مقام تا 3 روز زنده مردن بعد مردن. همین الله تعالی میگه ما اینا حیله‌گری کردن حکم خدا لیکن با حیله نقضش کردن. با حیله نقضش نکردن. تو پس در دین حیله کردن این چی؟ آقا نماز نمیخواه روزه نمیگیره حج نمیکنه دست از جنایت نمیکشه روز مرگش
حیله اسقاط برای سقوط صلات، برای سقوط روزه، برای سقوط حج، یک مقدار پول توی چادره ملاها دست به دست میکنن فدیه روزه و رمضانش را میدهن و در پایان بین خودشان تقسیم میکنن. آیا الله تعالی به همین از بینمازی او، از بیروزهی او، آیا الله تعالی به همین هم صرف نظر میکنه؟ در حالی که برای ترک یک صلات چه وعید آمده است؟ درسته یا نه؟ وعید سختی نآمده؟ آیا با یک مشت خرما یا با یک مشت پول لحاظا الله تعالی دیگه صرف نظر میکنه که تو جیب ملاها میره؟ ملا طالبات جمع میشه، حیله اسقاط میگرده، بعد از حیله اسقاط مینشینه ملا صاحبان لحاظا برای خودشون تقسیم میکنه. لیکن اگر من یک جای حیله اسقاطی برابر میشونم چطور زود پول دار میشه؟ دادم و تکفیر نماز روزش خدا میکرد، پولها را همه تو جیب میزدن، این ملاها را میگفتن که شما که به من دادی دیگه من پس نمیدم. چی کار میکنن؟ آجا ماشینی هم میداشتن سوار میشدن و برای ایران میامد. اما با یک مرده سیت انسان پولدار میشه. نه بابا اینا هیچ نیست. یک مقوله به اندازه لعله ارجو من الله، در کتاب خالد امام محمد میگه ارجو من الله، از خدا امید میکنی چنین چیزی قبول بشه. کسی مریض شده نتونسته نماز بخونه، روزه بگیره، قبل از اینکه بتواند قضای نماز و روزه بکنه لازم ما اگر یک فدیه‌ای بدهیم، امامی گفته ارجو من الله ان یتقبل، من از خدا امید میکنم که قبول بکنه. ارجو من الله این حکمه. یک ارجو من الله حکم نشده، همه عمل روی همینه. این نه از پیغمبر ثابته نه از ائمه ثابته، ولهذا اینطور نیست سروران گرامی. این جز اینه که مردم را دلیر کنیم برای گناه کردن، دیگه راهی نماز نخوان، روزه نخوان که روز مرگ تو حیله اسقاط میکنن تو از جهنم نجات میکنی. اینها با حیله ماهی گرفته، اینا کجا ماهی گرفته؟ از یک کانال ماهیان هدایت کردن به یک گودالی ماهی، تو گودالی آب میخورد بوده، هنوز برایشون نانمانی هم میانداخت که بخورند راحت باشند. این الله سبحانه و تعالی میگه حیله بازی در دین دردی دوانه. فجعلناها، ما این قصه را قرار دادیم نقالا یک درس عبرت آموزی لما بین یدیها، برای آنهایی که جلوی این قصه بودند، یعنی در آتی، و ما خلفها، و برای گذشتگان این قصه که قبلا بودند، و موعظه للمتقین، این درس عبرت آموزی کردیم و موعظه‌ای کردیم برای آنهایی که از نافرمانی و حیله‌گری می‌ترسند، حیله بازی در اجرای حکم خدا نمی‌کنند. اینها حکم خدا را با حیله بازی نقض کردند. خباثت ثالث تعمق فی الدین. اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة. حضرت موسی علیه السلام قومش را گفت که الله به شما دستور میدهد که گاوی بکشید، نکره ان تذبحوا بقرة. روز اول یک اعتراض، اتتخذونا هزوا، تمہارا مسخره میکنی؟ صبر کن بابا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین، من پناه میگیرم به الله از اینکه از جاهلان باشم. الله نگفته باشد و من موسی بگم که الله میگه این کار احمقان. گاهی بعضی ها میگن خدا و رسول گفته. خود ظالم، خدا کجا گفته، رسولش کجا گفته؟ درسته؟ نه، خدا و رسول گفته که غیر الله صدا بزنی. خدا و رسول گفته موت و حیات بندگان خوب من را تذلیل کنی. اینا دروغ به خدا نیستن. وقتی الله حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، اون گفت تتخذونا هزوا، مرا مسخره میکنی؟ من میگم الله، اونی که خدا نگفته باشد و کسی به الله چیزی را نسبت بده، کار احمقهای دنیا.
اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. الله تعالی نگفته باشد و من بگم که الله گفته است این کار احمقان دنیا، و من به خدای عزوجل پناه میگیرم از اینکه از جاهلین و احمقان دنیا باشم، که الله سبحانه و تعالی چیزی نگفته و من بگم که الله گفته. حالا مسئله اینجای که چرا موسی کلیم به اینها گفت که شما را الله دستور میدهد گاوی بکشید. علت ذبح گاو چی؟ جمهور مفسرین میگویند در این داستان تقدیم و تأخیر. اول شخصی به نام عامیل سرمایه‌داری بود، کشته شد. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. شخصی به نام عامیل سرمایه‌دار در بنی اسرائیل اولادی ندارد، 2 برادر زاده داره. این برادر زاده همیشه هرچی دعا میکنند که عامیل خان بمیره و این ثروت به اختیار ما بیاد. عامیل خان هم بعدها را جب کرده و نمیمیره. هرچی اینها تعویض مرگش را میگیرن، شبها فریاد میکنن خدا این عامیل را بکش، شب لیلت القدر، شب نصف شعبان که عامیل بمیره تا این ثروت به اختیار ما بیاد. دیگه کسی نیست ماره. عامیل نمون. آخر یک شب گفت یه شب میری بیا جانه گیری. آمدن عامل خان را بستند و کارش تمام کردند و بردن یک گوشه شهر انداختند. زمان موسی کلیم الله. خود فریاد زدن به دادگاه عدل موسی کلیم الله، ابو جان ما را و عامل جان کی تو را کش؟ یا ابوی ما را کش. صلح بنی اسرائیل میزنن خود را که کشتن. آمدن به محضر موسی کلیم، ابوی ما را قاتلش ماله، شک و شبهه به کسی نداری، شکوکی ندارید، نه بزن آخونا را، قاتل ابوی ما باید پیدا شد. حضرت موسی کلیم الله گفت الله به شما دستور میده گاوی بکشید تا قاتلش معرفی بشه. گفتم موسی ما را مسخره میکنید، ما میگیم عموی ما کشته شده، شما میگید اولش هم درست کن، گاوی بکشید که ملاها گرسنه. این چیه؟ ما حالا فرصت که کشتن گاوی مگه داری؟ عمو جان ما کشته شده، شما ما را مسخره میکنید، اتتخذنا هزوا. حضرت موسی کلیم الله گفت اچھا من کی میگم الله گفته و اینو من به شوخی بگم یا مسخره کنم، الکی به الله نسبت بدم، این کار احمقان دنیا. اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. خب رنگش چطوری باشه؟ امروز یک حرف پرده، یک حرف تا 3 مرتبه برای اول که الله تعالی گفته بود مطلق گاوی بکشی، هر رنگی، هر قیافه، هر سنی، هر سالی، هر قیمتی، دیگه الله تعالی هیچ چیزی فقط اجرای حکم خدا با کشتن یک گاوی از گاوهای بنی اسرائیل، از گاوهای اسرائیلی بکشن کار تمام. لیکن الله تعالی کردن که میگه 40 سال طول کشید تا اجرای حکم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. گویندگان میگه الله تعالی بعد از 40 سال کشتن با اون همه بدبختی که تحمل کردن در پر کردن کیسه چرمی اون گاو، ولهذا اون پسر بار هم به نعمت رسید. قصه کنندگان تفاصیل خوب نوشته کردن برای شما داستانهای بنی اسرائیل. میل دارید و بفرمایید. به هر حال با یک بلاهی این گاو را با این همه شرایط فراهم کردند و کشتند. اینجا که گاو را کشتند الان گفتم بزنید که کی به عامل خان، این کدوم سردخانه آمریکایی بود که عامل تایمونش تو سردخانه باشه؟ عامل زنده شد که زنده شد که فلانی جان من کشته.
موسی کریم الله بدون دلیل بگه اینها را به اعدام. اونها امیل کشتن که سرمایش بخورن. الان سرمایش خوردن. دوتا را حضرت موسی قصاص کرد. سرمایه دار هر راحت میشد دیگه، اینها را زیب نمیشد وارثان شد. بس سرمایه دارها را وارثها شد. خصوصا اون سرمایه دارهایی که اصلا وارثها را مهمان هم به مهمانی هم نمیده. بس سرمایه دار برای خود دشمن میتراشد. این سرمایه خودش یک دشمنی. پسر دشمنه، برادر دشمنه، برادر زاده دشمنه، خواهر دشمنه، خواهر زاده دشمنه. خصوصا اون سرمایه دار بخیل که به هیچ کسی از خویشاوندان خودش چیزی را تقدیم نمیده. اگر سرمایه دار عاقلی باشد بدهد برادر را خدمتدار میشه، بده خواهر خدمتدار میشه، خواهر زاده و برادر زاده را هر یکی را یک ماشینی بده، همه غلام دست بسته میشه. و اگر نه همه دشمن خونخوار فقط دندانها را تیز میکنن که حاجی آقا که جانش کنده میشه. حاجی آقا که مریضیش بگیره زخم معده بگه همه میگه شکر الحمدلله، شکر الحمدلله، همه تنها میخورد الان بگذاره مریض. سروران گرامی و بزرگان دین این را جمهور مفسرین گفتند، لیکن مفسر قرون آخر حضرت مولانا حسین علی رحمه الله تقصاد این میدان چیزی گفته در قلب انسان. بنی اسرائیل تقدس گاو را و حب گوساله را در رگ و پی خودشون جا داده. چه کار کرده بودن؟ اشربوا فی قلوبهم العجل، محبت گوساله و تقدس گاو بر تمام رگ و پیهای یهود سرایت کرده بود. همانطوری که لیوان آب شما نوش جان میکنید، این لیوان آب در تمام بدن شما سرایت میکنه یا نه؟ محبت گوسالا و محبت گاو، عظمت گوسالا و گاو در دل اینها خوب جا گرفته. الله سبحانه و تعالی خواست که تقدس گاو را از دل این گاو پرستها بکشه. حضرت موسی علیه السلام اینها را دستور داد به فرمان خدا که گاو را با دست خود بکشید، شکمبهش پاره کنید، گوشتهاش بخورید. و پیش آنهایی که گاو مقدسه، کشتن گاو و شکمش را پاره کردن و کلیه ها و چشمهاش کردن و نوش جان کردن سخته یا آسان. در آنهایی که عظمت گاو را در دل جا دادن، سروران گرامی گاو را کشتن و شکم او را پاره کردن و پاره بر پشت او گذاشتن، اهانت گاو هست. لذا اونها کجا؟ اللہ تعالی خواست که محبت گاو و گوساله را از دل اینها بکشه. موسی کرد و اینا در همین زمان پاک موسی گوساله پرستش نکرد. این تقدس همین هایی که قدیم این زیارت ها و چت متها را تعظیم کردن، الان هم شمیرم فاتحه میکنیم. کی را فاتحه میکنیم؟ کورگاز بیبی دوست. کورگاز بیبی دوست را دیدید؟ ها این هایی که این صندوق استخوان یا فلاکارت چی میگن؟ فلاکارت میگن که بگلو اینها میبندن سربازها. این آمده اینجا تقدسه، شما که بری بازش کنید یک صندوقی بیش میید. صندوق خود ما حمل کردیم، گردانی بی مقصوبه را گرفت آخر آوردن. اینجا چه آبشاری درست کرده. آبشار زاهدات از سرچشمه میگیرد از کبر یک صندوق شهید گمنام. تقدس کبر، تقدس گاو در دل هر کس نشست، لحاظا پشت به کبر کردن هم برای باید در عقب بره، به حالت رکوع بره. درسته یا نه؟ تو الله تعالی خواست گاو را با دست خود اینها اهانت، اینها برای اجرای حکم الله لیتو لعلک تا این که مدت طولانی گذشت. فذبحوها و ما کادوا یفعلون، کشتن، نزدیک نبودن بکشن. از این طرف این حکم خدا اجرا شد
از اون طرف عامیل کشت. امروز حکم خدا اجرا شده و دیشب عامیل کشته شده. به دادگاه عدل الهی احضار شد. حضرت موسی کلیم الله گفت از تکه زمین گوش بزنید. الله تعالی به موسی وحی فرستاد این قسمتی از این گاو بر همین مرده بزنی قاتل خود را معرفی. که زدن زنده شد. این معجزه موسی کلیم الله بود. با وحی الهی این حکم اجرا شد. درسته یا نه؟ وحی الهی قل نضربوه ما گفتیم. این گفته را به موسی الله تعالی ابلاغ کرد یا به قاتلان عامیل. موسی علیه السلام از اینجا گاو کشته شد، اونجا عامیل کشته شد. لہذا الله تعالی اینا وقت مراجعه کرد و گفت قسمت این گاو را بزنید قاتل خود را معرفی. که زدن زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد و چیزی که مرتبه چشما را بند. نه قاتل این ثروت را خورد و نه مقتول را گذاشت در کی بخورد. اونها قصاص شدن. لہذا حضرت مولانا حسین علی رحمه الله می‌فرماید ضرورت به تقدیم و تأخیر داستان همانطوری که احوال بنی اسرائیل را، خبائث بنی اسرائیل را الله تعالی با از بیان کرده. ببینید اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، درسته؟ و اذ قال موسی، در ما قبل همه احوال بنی اسرائیل انعامات با اذ استسقا موسی قومه با کلمه اذ شروع شده. این هم یکی از خبائث آنها بود در اجرای حکم الهی و برای اهانت معبود آنها الله سبحانه و تعالی دستور قتل گاو را داده بود. اینجا هم حکم الله بذبح بکرا لیهون معبودهم از مدار. علت اصلی اینه. خب اون قتل نفسو خود کشته و خود فریاد میزند، اون یه خباثت دیگریه. دنباله خباثت طالب و از قتلتم نفسا فداراتم فیها. پس این یک حالت ها به ترتیب دارن میان. احوال بنی اسرائیل و احوال انعاماتشون، احوال خبائثشون با کلمه از شروع شده. اون یک حالی، این یک حالی. اون مرض جداگانه در اجرای حکم خدا، تعمق در اجرای حکم خدا. وقتی گفتن روزه دیگه نپرس حکمتش چیه، روزه بگو. ها اگه انسان در اجرای حکم خدا الله بکنه گیر نمی کنه، بابا دستور نماز بخونی، اونم دستور با جماعت بخونی. چه حکمت شما میفهمیم چه نمیفهمیم. الله تعالی فرموده که مسلم آتو زدن. بله مثلا حکمت ما میفهمی یا نمیفهمی. درد میکند کلیه ما، دکتر دوا را از دهن ما میده، سوزن به دست ما میده، سوزن به پای ما میده. دیگه دکتر شما عقلت کجایی؟ من میگم کلیه من درد میکنه، تو دوا تو دهن من میدی. کلیه را نگاه کن، باید همینجا کلیه را دوایی کنه. تو دکتر نمیگه بابا اگر تو دکتری برو پیشی خودت، این دکتر را خشم نمیکنه. ها؟ پس این سروران گرامی علت ذبح گاو. اذ قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا. مسخره میکنی ما را؟ ما مگر پرستیم، زارت پرستیم. ایک چوب خشکی را ما تعالی گرفتیم و تکان دادیم. ها؟ چوب های خشک ترک شیخ جامی را دنکا با چشم خودم دیدم، شاهدم دارد. میگیره این چوب را تکان میده میخانه بده. از این خسته میشه چوبی دیگر را میگیره. ها؟ و عقیده داره که صاحب قبر برای من کاری میکنه و صاحب قبر خبره که این خانم آمده در دیدارت دوایش با من نیست. ها بس دردها هستن که ظاهر نمی کنن لیکن در میان میگذارم با صاحب کب میگه دوایش با من نیست مگر خدای عزوجل برای تو درد را دوا بکنه. بس دردها هستن که صاحب کب خبر ندارد. خبر دارن میدانن که اینجا آمده گنجش شیند بر کبر مرده بداند مادنر، مرده نداند مادنر، نداند را بداند کرده. یک ظالمی نداند را بداند کرده. دیگه هم نوشته که مرده
گنجش نشیند بر کبر مرده بداند مادر. چه وحی الهیه این دیگه، ها وحی الهیه. گنجش نشیند بر کبر مرده بداند مادر، این وحیه، حدیثه، قرآنه. این آقای ما همینجا نمیدانه مادر، تو میدانی مادر رو گنجش کنه؟ تو بس بگه او کجا میدانه؟ او دیگه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چی کاری داره با گنجش کنه رو ماده تو؟ او با هورا اونجا سرگرمه. اگر صدیقین از شهداء از نبیین هورا اونجا در انتظار آنها، اون اصلا کاری ندارن بین از دار تکلیف، از دار بلا، از آزمایشگاه آنها منتقل شده الان به آسایشگاه. بناباشد که گنجش کنه رو مادر را بدانند و دیگه بدانند که فلان خانم چی دردی داشت آمد دردش تکمیل نشد رنج میبره. اتتخذونا هزوا، آیا شما مسخره میکنید ما را؟ حضرت فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، که احکام الهی را تمسخر کردن کار جاهلانه. الله بگه چیزی را که خدا نگفته بگیم خدا گفته، این کار احمقهای دنیا هست. من به خدا پناه میگیرم که الله نگفته باشد و باز من میگم که الله شما را دستور میده. که الله دروغ نسبت دادن کار احمقان نیست. الله نگفته، دادن خدا و رسول. بلوچه من باری میگم خدا و رسول، و خدا و رسول کجا گفته؟ و ظالم خدا کجا گفته؟ رسول کجا گفته که بیدید است و رب بخوانیم؟ گفته خدا سلطان را، معین چشتی را. الله یا رسول گفته به گرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. این الله گفته یا رسول الله گفته؟ بس تمامه. قالو دیگه تفتیش اول ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، بخوان برای ما ربت را که تبیین کنه برای ما هی، یعنی اون گاب چه باشد در سن و سال، جوان یا پیر. اینجا از سنش تعال. قال حضرت فرمود موسی کلمه انه بتحقیق الله یقول، میگوید که اون گاوی که شما باید بکشید گاوی باشد لا فارض ولا بکر، نه خیلی پیر ولا بکر، نه خیلی نوجوان هم نباشد. اوان بین ذالک، در میان این دو سن مذکور باشد، نه خیلی پیر نه خیلی جوان، بین ذالک باشد. اوان یعنی در میان این دو سن باشد. اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون. دفعه حضرت موسی فرمود اجرا کنید حکم خدا را که به شما دستور داده شده، آنچه که شما مأموریت داده شدید. یک گاوی دارای هر رنگ و قیافه، خیلی پیر نباشد خیلی جوان هم نباشد، یک گاو درمیانی بکشید، 2 ساله 3 ساله بکشید. حالا ما پر کنیم 1 ساله جوان او چند ساله پیر گاو پیر کدیه که گوشتش را 1000 مرتبه توی دود پرده پخته نمیشه. بین ذالک فعلوا ما تؤمرون. سبحان الله. انجام بدهید آنچه که به شما مأموریت داده شد. بس فردا آمده ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، رنگش چی باشه. هر چین سال رنگ سخته. قال حضرت موسی جواب تفتیش دوم که الله می فرماند اون گاوی باشد زرد رنگ، فاقع لونها، خالص باشد رنگ زردش، تسر الناظرین، خوشحال کند این گاو زرد نظر کنندگان را. چنان گاو زردی باشد که همه برای نگاه کنندگان عجیب باشد. زرد شاخ تربه جالب باشد. تسر ناظرین را بسیار در تعجب قرار بده، خوشحال کند نگاه کنندگان را. خب بعد تفتیش سوم قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی، چی باشد آن گاو از نظر کسب و کار. علت تفتیش ان البقره تشابه علینا، گاوها بر ما متشن، زرد، بعضی گاوهای کاری است، بعضی گاوهای غیر کاری. ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. ما اگر الله تعالی بخواهد مهتدون میشیم، ما اگر الله تعالی بخواهد را یافته میشیم، اگر الله نخواهد دیگر دست ما چیزی
ساخته نشده. این انشاءالله را نمی گفتن تا قیامت گاو را نمی. این دفعه انشاءالله گفتن. الله تعالی فرمود که قال موسی انه بتحقیق الله تعالی یقول می فرمایند که انها آن گاوی باشد لا ذلول مسخر نشده باشد که تثیر الارض ولا تسقي الحرث زمین را شخم بزند و زراعتها را آب بدهد. گاوهای ذلول یعنی مطیع اب، اینها هستن کارگر. ما میگیم حالا کارگر انسان ها را میگه. گاو کاری هم زیر جوگ و لنگار میره، شخم میزنن، به ذریعه او چوبی را به گردن او میبندن، جفتشون میکنن و صبح تا شام زمین ها را به ذریعه آنها شخم میزنن. و دیگه گاوهایی هستن که از چاه آب میکشن، به ذریعه گاوها آب میکشن. شما اگر ندیدید الان همه موتور پمپ شده قدیم، به ذریعه گاو و شتر از چاه آب میکشن و زراعت کاری میکن. قال انه یقول بقرت لا ذلول یعنی مسخر نیست بالعمل که شخم بزند زمین را و نه اینکه آب بدهد زراعت را. مسلمت لا شیء فیها سالم باشد از تمام عیبها، هیچ داغی و رنگی در آن نباشد. شیعه به معنی نشانی رنگ دیگر در آن نباشد. قالوا الان جئت بالحق، گفتن اکنون شما حق را آورده، یعنی مفصلا بیان کردی. خلاصا فذبحوها کشتن آن گاو را و ما کادوا یفعلون نزدیک نبودن بکشن. چرا؟ تلاش کردن گاوی که به این صفات بود، گاوی یک بچه نیکوکار به مادرش که پدرش این گاو را به خدا امانت گذاشته بود برای بچه. این گاو هیچ کس تسلیم نمیشد مگر همین بچه که میرفت تسلیم میشد. گشتن توی جنگل و گاوستان، توی گاوستان ها گشتن، همین گاو را دیدن که هم زرد به تمام مانا و هم پیر نیست و هم بین دو سن است و دیگه هیچ نشانی ندارد. گاوی که تا الان زیر کار هم نرفته. خلاصه این فرزند گرفت این گاو را آورد پیش مادرش. آخر قیمتی برای این گاو تعیین کردند که سبحان الله، گفتن بکشید، پوستش را بکنید، بدوزید، کیسه بکنید و پر از طلا شد. پوری پوست این گاو طلا میخواهید. این همه ثروت آمین خان را ریختند و ریختند و ریختند و ریختند، پوست پر شد. لحظه او برداشت، اینجا مرده زنده شد و قاتل ها کشته شدند. کل ثروتش را همون قیمت گاو بود، اونها برداشتند. این خدا هست برای نیکوکاران به مادر اینقدر احسان میکنه. کسی که با مادرش نیکو کنه، مفسرین نوشته کردن این گاوی که به این علامت شد مال یک بچه نیکوکار به مادر، اینقدر ثروت کلانی بیشویشت. بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله خباثت ثالث و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها، شما اختلاف کردید در آن نفس، هر یکی برای تبری خیش تهمت قتل را به یک دیگری نسبت میدادند. الله ظاهر کننده آنچه است که شما کتمان کرده بودید ای مجرمین. پس ما دستور دادیم به موسی که بزنی این نفس را به باز این گاو. ضمیر اضربوه به نفس برمیگردد که لفظ نفس مذکره، معنیش مؤنثه. به باز ذکره میگه قسمت دمش را برداشتن زدن، آمیر زنده شد. قاتلش را معرفی کرد و 2 مرتبه مرد. کذالک یحیی الله الموتی، جمله معترضه برای ثبوت قیامت. همینطوری که عامل را الله تعالی زنده کرد، زنده میکند در آتی الله مردگان را. و نشان داد الله تعالی به شما دلائل قدرتش را لعلکم تعقلون، تا شما عقل کنید حکمت آیات، از یک نظیر به نظیر دیگر پی بروید. از زندگی آمیل باور کنید که همه مرده ها زنده می شوند. آمیل چقدر مشت و لگت خورده تا کشته شده، الان زنده شد و قاتل ها را معرفی کرد و مرتبه چشم و بدون مشت و لگت کشته شده. بیچاره که دنیا چه بلاییه. برادرزاده ها اموی پیرمرد و سرمایه‌دار خود را کشته.
تقاضای این معجزه عظیم این بود که همه به خدا متوجه می شدن و لحاظا به خدای عزوجل راغب می شدن. الله تعالی میگه نه، دلیرتر شد. زلزله بم و زیرکوی حاجی آباد را وقتی بنده دید و روزی که برگشتم منفورترین چیز در جلوی چشم انسان همین ساختمان ها. زلزله مهیب بم را وقتی ما دیدیم ما فکر کردیم که دیگه زاهدانی ها خصوصا ما دیگه دو مرتبه دل به این دنیا نمیبندیم. حالا بدتر شد. خدا رحم کنه. خب مردم دلیرتر نشدن، اصلا درس عبرت گرفتنی نیست. الله میگه من دلایل قدرت نشان دادم لعلکم تعقلون، شما عقل کنید و دست از خبائث بکشید و از خدای عزوجل اطاعت کنید. اکنون مردم بدتر شدن. هرچی زلزله و هرچی ظلم و ستم و سیلاب باز این انسان درست نمیشه. اینها همین از این معجزه بسیار بزرگ اینها متاثر نشدن. ثم استبادیه قصد قلوبکم، سخت‌تر شدن دلهای شما. من بعد ذالک، بعد از این زنده شدن مرده آنکه مقتضی نرمی بودن لحاظا نرم نشدن، سخت‌تر شدن. فهی کالحجاره، امروز این دلها از سنگها هم سخت‌تر، واقعا دلها امروز سخت‌تر. این حرام خاری ها، این ستم ها، این ظلم ها انسان را قاسیت القلب کرده. نه زلزله، نه سیلاب های مهیب، نه آتش سوزه های غیر مترکبه. شما ندیدید که در اون پاسگاه نصرت آباد چه سانحه مهیبی رخ داد؟ کسی درس عبرت گرفت؟ سر اون جاده به کل دیگران اینقدر جنایت انجام میگیره که خدا میداند و بس. لیکن کسی درس عبرت گرفت؟ همین الله تعالی میگه که با وجود این معجزات عظیم و این نظائر قدرت که مرده زنده میشه، قاتل خود را معرفی میتونه، قصد قلوبکم، دلهای شما سخته شده. من بعد ذالک فهی کالحجاره، اکنون این دلها مثل سنگ هستند. نه اشد قسوه. این او برای ترقیه نه برای ترقیه، او به معنی بلکه شدیدتر از نظر سخت. اکنون الله تعالی دلیل ذکر میکنه دلهای شما از سنگها سخت‌ترند. بعض سنگها هستند که میشکافند نهری از آنها سراغ، بعضی ها میچکد آب از آنها، و بعضی ها از بالای کوه میغلطند میان پای از خوف خدا. و شما نه از چشم شما قطره سرازیر میشه، نه از دل شما الله تعالی رحم بفرماید. یعنی الان دلهای ما خیلی سخت و سفت شدن. الله تعالی تو میتوانی دلهای سخت ما را نرم کرد. و این من الحجارت، چون تعلیلیه اینه از مغنی لبیب، این تعلیلیه هست. و تحقیق بعضی از سنگها، البته اون سنگهایی هستند که میشگافند و جاری میشود، میشگافند و یتفجر، جاری میشود از آن سنگها انهار، نهرهای بزرگ. و به تحقیق بعض از سنگها، البته آن سنگهایی هستند که یا شک و ترک برمیدارند، پس خارج میشود از آنها آب به صورت قطره از کوه آب میچکه. بعضی ها ترکند و آب سرازیر از اینها میاد. گوسارها برید این چیزها را میبینید. و این منها تحقیق بعضی از این سنگها، البته آن سنگهایی هستند که سقوط میکنن از خوف خدا. و ما الله بغافل عما تعملون، الله تعالی غافل نیست از آنچه که شما عمل میکنید. از اعمال شب و روز شما الله سبحانه و تعالی اطلاع کامل دارد. الله تعالی یک ذره غافل نیست. بعضی ها از اینها استنباط کردن که بعضی انسانها کثیر المنفعتن مثل انبیا که نهرهای عظیم علم و دانش و تقوی از آنها هستند. بعضی ها هستند از انسانها که کمی علم دارن، یک ذره علم از آنها میچکه. علما هستند
و بعضی ها آنهایی هستند که چیزی دیگر ندارن از خوف خدا به زمین، گریه و زاری و تضرع. بندگان الله را به بارگاه خدا به سه قسم تقسیم کرد. انبیا اولیاء بزرگ اونها هستند که نهرهای فیض از آنها جاری و انسانهای دیگه کم علم همون قطره که از آنها میچکه، خیلی به دیگران میرسه دیگه، خیلی کلانی نه مشکوکی آب بی کلی آب و بعضی آنها هستند عوام که دیگه چیزی از آنها نیست، از خوف خدا به زمین میافتند، گریه و زاری و تضرع پیش خدا هستند. به حال از به حال خالی نیستن بندگان الهی. اهل عرفا این چیزها را گفتن. خب در تتمه نوع دوم که خبائث آنها را بیان کرد، الله تعالی این سن و سنگ اشاره به سن و انسان شد که در آن. خب این نوع دوم خبائث بنی اسرائیل شد. اکنون در تتمه نوع دوم حالات 5 گروه یهود را هم الله تعالی بیان. از افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم، این دنباله تتمه نوع اول از احوال یهود. احوال یهود را به 5 قسم تقسیم کرده. نوع اول انعاماتی بودن ذکر شد و نوع دوم از احوال یهود خبائث یهود. در تتمه این احوال گروه 5 یهود را الله تعالی بیان. در تتمه احوال دوم یهود یا نوع دوم از احوالش که خبائث یهود را بیان کرد، تولی از احکام الهی او حیله بازی و دیگر تعمق در اجرای حکم خدا، در این حالت، در این احوال، در این نوع و در این قسم از احوال الله سبحانه و تعالی در تتمه این قسم گروه 5 یهود را بیان. یهود به 5 دسته تقسیم شده بودند. دسته اول دشمنان سرسخت مؤمنین بودند، یعنی منافق ها. اینها میشنیدند کلام الله را، بعد این تحریف میکردند. محرفی کلام الله را شنیده محرف بودن. این گروه اول. گروه دوم منافق ها آله کار این مراجع تحریف. گروه سوم امی هیچی نمیدان از قرآن، فقط سینه بزن و صیغه بکن و بهشت کن. لا یعلمون الکتاب. گروه چهارم نویسندگان و قلم به دست، روزنامه نگارها قلم به دست. و گروه پنجم آقازادگان و آخونزادگان. یهود را الله تعالی به 5 گروه تقسیم کرد. به دنباله بیان خبائث یهود، بیان گروه 5 یهود را الله سبحانه و تعالی بیان می‌کند. اکنون الله تعالی پیغمبر و صحابه اشتیاق ایمان یهود را خیلی داشتن. چرا؟ که مقتضای یثرب و من حول یثرب مال یهود. یهود هم اقتدار دینی، هم اقتدار دنیایی و سرمایه‌داری، هم سرمایه‌دار یهود بودن و همچنین سیادت مردم را در باب دین هم یهود به دست داشت. پیر بودن، عالم بودن و لحاظا رهبری جهان آن زمان در یثرب و ما حول حوش یثرب مال یهود. اگر یهود ایمان می آوردن همه جهان ایمان می آوردن. سرمایه‌داران یهود ایمان می آوردن، سرمایه‌داران دیگر یهود هم که کمتر داشتن ایمان می آوردن. اگر علمایشون و دراویش و پیرهاشون ایمان می آوردن، دیگر شاگردها و مریدها به طور اولا ایمان می آوردن. بی خاطر پیغمبر علیه السلام او صحابه اشتیاق ایمان یهود را داشت.
اکنون الله تعالی میگه الکی شما این خیال را در سر دارید، این خیال را از سرتون بردارید. شما فکر میکنید که اینها را اگر میدانی گیر بیاد ایمان میارن، میدانی هم بیاد اینها حیله بازن، میدانی بیاد اینها کلام بدستن، کتاب دیگر بر علیه ابوبکر و عمر می نویسن. افتتن گاگای بعضی از ما خیلی خوشبینه، خیلی خوشبینه. بعضی هم میگن انابت هست در این با. کجای انابت؟ هسته. الله تعالی صحابه را و پیغمبر علیه السلام را میگه دیگه امید ایمان این خبیث ها را نداشته باش. چرا؟ اینها یا تحریف میکنن یا جاسوسی میکنن برای محرفین، یا امیین هستن فقط عادت کردن دروغ بشنون. سماعون للکذب اکالون نظر غیر الله. اینها اینقدر خوردن که الان از سر گرفته تا پا تمام نجسن از خوردن نظرهای غیر الله. و دیگه باز فرمود اینها کتاب نویسن، کتاب الکی می نیستند و به خدا و رسول نسبت میدن و به بندگان صالح الهی نسبت میدن. این قد محرفن. و در فرمود که اینها آغا زاده و پیر زادن دیگه هیچ عملی نمی کنن که بله پدران ما ولی از ما هم بهشت. 4 گروه 5 گروه کرد الله تعالی. آیا شما طمع امید داری که ایمان میارن برای شما؟ استفهام همزه استفهام توبیخی است، یعنی طمع ایمان آنها را نداشته باش ای پیغمبر و ای صحابه. طمع ایمان آنها را نداشته باشید بهتر از با نداشته باش ای پیغمبر ای صحابه. آیا شما امید دارید که ایمان بیارن برای شما؟ حالا اینهای کان فریق منهم، حتی یک دسته از اینها یسمعون کلام الله، کلام الهی را اسماع میکنن، ثم یحرفونه، باز تحریفش میکنن. باز چیکارش میکنن؟ تحریفش میکنن. حالا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغته رسالته. آیت تبلیغ ولایت. کدوم لفظ آیت تبلیغ ولایت؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. معنی کدوم کلمه ولایت علیه؟ ها کلینی گفته فی ولایت علی، دیگه هر مولا میچسبه ولایت علی ولایت علی ولایت علی. این آیه را چه ارتباطی با ولایت علی؟ نه ما قبل آیه نه ما بعد آیه، هیچ قسمتی از قسمتهای آیه با ولایت علی کار نداره. نه خود الفاظ آیه، ما قبل آیه را نگاه کنید، ما بعد آیه را نگاه کنید، سیاق و سباق آیه را نگاه کنید، ارتباطی با ولایت علی داره. معنی کدوم کلمه ولایت علیه؟ ها رسول الله رسول خدا هست، محمد رسول الله. الله تعالی نگر نمیدارست که سنی میان، قاسب میان، نعوذ بالله ابوبکر عمر میان. الله تعالی یک جا میگفت علی ولی الله. ها چرا نگفته؟ محمد رسول الله گفته، نه ترسیده الله، نه از ابو جهل ترسیده، نه از یهود ترسیده، نه از نصارا ترسیده، نه از مجوس ترسیده. صاف صریح محمد رسول الله. الله تعالی می ترسید دیگه که علی ولی الله. ها چرا نگفته؟ کجا در قرآن آمده 12 ایمان؟ هیچ. این همه هیچ جایی نآمده. یکی به من میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. اینجا چی مقصد چیه؟ مقصد سریه. الله تعالی میگه سال 12 ماه. این هم حرفی که بگه خدا که سال 12 ماه، هر مردم میدانه، هر انسان میدانه سال 12 ماه. تحصیل حاصله. کدوم انسانی که نمیداند سال 12 ماه است؟ پس چیه؟ اینجا مراد 12 ماه است. پس خدا میگه منها اربعة حرم، 4 تا حرامی کدام است؟
چارتا حرمان اون چارتا حرما برای ما بگی ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم. چارتا حرم کدام ما همین چارتا حرم نمیداریم کجا فانفجرت 12 عینا ثبوت 12 تمام متمسکات فانفجرت من 12 لہذا اثبات 12 11 کوكبا همینا که آمد و الشمس والقمر دیگه معلوم نیست. افتطمعون ان یؤمنوا لكم قربان افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد از شنیدن پورا تغییر میده. گاگاهی فی ولایت علی محذوفه. کی گفته محذوفه؟ کلینی گفته. مگر حرف کلینی سند؟ ها؟ یک جای اللہ تعالی صاف بگه سیاه که آیا سبا که آیا تعلقی داشته باشه. من امام اول کردم اون امام دوم کردم اون امام سوم کردم. خدا نگفته شما میگی فی ولایت علی من بعد ما اکلوه و اینجای ثم یحرفون من بعد ما اکلوه به معنای فهموه بعد از درکش فهمش و هم یعلمون خودشان هم میدانند که چی کار میکنید. نیست که کاغاهی باقی میگن اگه اینا نمیدانند یکی خود ما نمیگه اینا هم قرآن تصدیق میکنه شما هم قرآن تصدیق میکنید ما نمیدانیم چی کار اقول من میگم بابا من که منم قربانی که قربانیه خاتم النبیین را اینها میدانستن و تمام خبائث خود را مولاها نمیدانستن. الله شهادت میده و هم یعلمون خود آنها هم میدانند که حکمبازی میکنند حیله‌گری میکنند خود آنها هم میدانند اینی که نمیدانند دانستن زیر بار طاعت نمیدن و هم یعلمون. دیگه من میگم من کیم و قربانی کیه اونها رسول الله را میدانستن. حضرت فرمود این امت وجب به وجب یهود را و نصارا را اطاعت میکن. نگفت نخواندی حدیث شما اهل کتاب را مو بی مو اطاعت میکنید هرچی اهل کتاب کرده شما میکنید. از این امت سرکش حضرت رسول خبر هم داد ها حتی آنها کرده شما میکنید. حتی نعوذ بالله اگر آنها با مادر خود نزدیکی کرده در این امت کسانی پیدا میشن که با مادر خود نزدیکی اون نکرده بود تو روزنامه ها خبیث زنگه گفتم نیاز فرزند نیاز خود را انسان داره اصلا الله تعالی نجات بدهد الله تعالی رحم بفرماید. تحریف کلام الله به زور مضاف مقدر میکنن به زور محذوفات درست میکنن به زور آیه را از اینجا میکشند و میبرند. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات این وعده برای تحقق نیافتد مگر مهدی جان بیه تحقق بیابد. این آیه مژده‌ای به مؤمنین. من چقدر نویسنده کتاب داشتم یکی یک زمانی آمده بود که من مسلمان بکنه از خود من کتاب نشان دادم. من گفت ببین وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات این منکم را چرا مانا نکرد. این وعده خلافت علی منهاج نبوت با ستم دیدگان بود که در مکه و مدینه هم در رکاب رسول الله در همراهی رسول الله چه انداز و مشکلات تحمل کردن. الله تعالی وعده خلافت علی منهاج نبوت به ابوبکر عمر و عثمان داد.
گفت وعده خدا با کسانی که ایمان آوردند منکم. اون زمان مهدی بود، من بودم، تو بودی. وعده حق خدا بود. این آیت ارتباطی با مهدی داره. زحمت میکشه ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، سعید. تهمت بر مادر عایشه زده میشه و بار این تهمت به گردن ابوبکر صدیق است. منافقها میخواهند که یار غار رسول الله را بدنام کنند و این نهضت محمد صلی الله علیه و سلم با بدنام میدانستند که بعد از حضرت محمد اگر بتواند این نهضت را زمامداری کند و به پیش ببرد و صدیق اکبر است، لحاظا اینجا بهانه درست کردند، خواستند که حضرت صدیق اکبر را داغدار کنند و لحاظا در جامعه طردش کنند که حتما پدر خوب نبوده که دخترش خوب نیست. الله تعالی گفت کور خواندن خلافت را من عهد نبوت عطای من به شما میدهم و وعده حق الله با شما. اینجا منکم اگر مخاطبش را خدا اضافه کرد. اگر اینطور میگو وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم، میتونستیم که ما بکشم، من هم برای خودم بکشم، تو هم برای خودت بکشی، اونم هر یکی باشد این وعده را برای خودش بکشه. لیکن الله تعالی با کلمه منکم تو دهنی زد برای بعدی ها که این وعده خلافت علی منهاج نبوت حق ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و علی و ابی معاویه رضی الله تعالی عنهم اجمعین. مهدی وجود داشت که مخاطب منکم باشد. من اون را نگاه کردم و گفتم ببین مغز متفکر ترجمه نکرده، چرا منکم ترجمه نکرده؟ منکم اگر زائده، من زائده، کم زائده، چرا الله تعالی کلمه منکم اضافه کرد که این وعده به اون سربازان جان به کف محمد که موقع نزول آیه حضور داشت. سوره نور هست، به وقت سوره نور هست و فشار بر مادر عایشه و ابوبکر صدیق آمده بود. الله تعالی گفت منافقا به این خاطر تهمت دادن، به این خاطر تهمت دادن، دور رفتم از مقصد. حالا شاید فردا من نباشم، تحریف را من برای شما بیان میکنم. چه تحریفاتی هست امروز؟ تحریفات لفظی، تحریفات معنوی. شما مولوی ها هم وقت تحریف میکنید. آیات توحید و شرک را خلق و ملک تغییر میکنی برای مردم. شرک بده. اما شرک چیه؟ این لفظ تحریف نیست، لیکن لفظ حق و باطله. شرک را توضیح نمیده. درسته؟ وقتی شما میگی الاشراک بالله اکبر کبائر، الاشراک بالله چی؟ ها؟ یواش که الاشراک بالله کفر الوالدین. توحید را صاف بیان کنید که سنت انبیاء هست. حالا من شما را دور بردن. الله تعالی میگه این گروه هم که میدانن چه کار میکنن، لحاظا مهر جباریت خورده اینها ایمان نمیارن. گروه دوم بی ایمان دو رنگ منافقن. گروه دوم که منافق بودن، زوبدهن بودن. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا بعضهم الى بعض جدا میشن و میروند به طرف بعضی دیگر. قالوا این مراجع، این شاگردانی که در مکتب محمد ثبت نام کرده بودند، اینها را عتاب میکنن. میرید اسرار ما را آنجا منکشف میکنید، در اون کلاس رفتی اسرار ما را منکشف کرد، ملامت شدید. اتحدثونهم، آیا شما میرید بیان میکنید برای مؤمنین عتاب از طرف بزرگان کوچکها به آنچه که منکشف کرده الله تعالی در تورات بر شما. نتیجه این که احوال را شما مضامین تورات را برای این عربها بیان میکنید، فردا قیامت شما را پیش خدا ملامت میگه. خدا فردا میگه من ندانستیم که محمد نبیه، بس تمام شما ندانست. اتحاب شدید. تو حدیثونهم، آیا شما میرید مسلمان ها را خبر میکنید به آن چیزهایی مفید
در مورد مذهب آنها که خدا بر شما منکشف کرده، نتیجه اینه که لیحاجوکم به عند ربکم، خصومت کنن اون مؤمنین با شما با اون مضامین ظاهر شده برای آنها نزد پروردگار شما. افلا تعقلون، آیا شما عقل نداری؟ این حرفهای صریح ما بری مسائلی که با آنها در میان نگذاری، حقایق را نگی که ساده لوها را میگفتن، حقایق نگی، حقایق را تبیین نکنی. قرآن مجید تحمیق یهود را میکنن. الله تعالی میگه اینها توصیه میکنن مگه این خران نمیدانند که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. الله تعالی محاکمه میکنه پرده قیامت یا محمد صلی الله علیه و سلم محاکمه میکنه؟ الله تعالی میگه این همه چنان توصیه میکنن مگه این اعتقاد را ندارن که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون؟ همین من خدا اینها را ملامت میکنه. اینطور توصیه نکردید که نرو نگو، اینطور نگو، اینطور نگو، اینطور نگو. الله تعالی میگه از من چرا مخفی میکنید؟ مگه این اعتقاد علم را ندارید؟ توصیه میکنید این دو رنگا را؟ اولا یعلمون ایوسونا و عاطفه ایوسونا، آیا توصیه میکنن زیر دستان خود را که نروید اسرار را با محمد و محمدیه در میان نگذارید؟ مگر نمیدانند اینها که الله تعالی میداند آنچه را که اینها مخفی میکنن یسرونا و آنچه را که اینها ظاهر میکنن؟ از من خدا؟ خب پیغمبر نمیدانم، من کی میدانم؟ من کاملا اطلاع دارم، اسرار اینها را میدانم. شما با این طرفا میخواهید از زیر بار طاعت رد بشید؟ متوجه شد این آیه را یا نه؟ گروه سوم امیون هستند، هیچی نمیدانند، یک سری خیالات و اباطیل به گوش اینها خوانده شده، همه دروغ گفته شده از 7 سالگی شنیده دروغ تا حالا که 50 سال شده. حالا این دروغ ها را با یک مرتبه کی میتونه پاک کنه؟ یکی را من حرف زدم هیچ دلیلی از قرآن نداشت، من گفتم 30 سال توی مغز تو با خودکار نوشتم، الان من این را چطور میتونم پاک کنم؟ دلیل از قرآن بیار، هیچ مدرک قرآن بلدی نه، تو با تو چطور حرف بزنی؟ تو برو کسی را بیار که ادعا کنه که من قرآن بلدم، تا از اینها سوال کنی. دارم دلیل برهان؟ حاشا و کلا، هیچ دلیل و برهانی برای تدلیل موت و حیات بزرگان و برای ندای غیر الله، برای سجده غیر الله، برای طواف قبرها یک دلیل نه که 7 دلیل در دستین حالی هست. دلیل دارن؟ خیر. برای ندای غیر الله دلیل هست؟ خیر. و برای ندای الله؟ بله. زیاد دلیل یکم. این خاطر گروه سوم و منهم امیون محضن لا یعلمون الکتاب، از قرآن هیچ علمی ندارن. اینها دست قرآن دیده شنیده شما رو به خدا کذاب میکنن. همین از همین امیین خود اینا چقدر از قرآن خبر دارن؟ همین امیین ما از قرآن خبر دارن. هرچی از علما شنیدن خدا توفیق بده که علما کلمه حقی به سمیه ها برسن. اینا چی میدانن از کتاب؟ میدانن من امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه، مگر یک سری سخنان دروغ، سخنان بدون سند و دل خوش کننده حضرت تعالی ایمان کردن. یک سری دروغ هایی که شیخ عبدالقادر جیلانی چنین کرد، شیخ معین الدین چشتی چنین کرد، فلانی چنان کرد، فلانی چنان کرد، پیران پیرین چنین کرد، فلانی را شفا داد. ها این همه دروغ ها که شفا صابر العین شفا میده بگیره گفت شفا میده، پس چرا سم خود؟ همین وزان شما که هارون الرشید این سم داد یا امین و مامون این سم دادن، چرا سم ها را خود؟ هر شب میاد پیش من سامن الایمن میگه هدایت میکنه، هر شب میاد و من چیه قرآن و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له فهو له فزینوا له ما بین ایدیهم و ما تمامه. یک لباس سفیدی خوش بال بکنه از یک دسته جلوی دسته دیگه تا قیامت اینا میگه آمد همینه.
بعض از اینها امیون لا یعلمون الکتاب، امیون خود ما میدانن کتاب. همین که روز مسجد مکی می آیند 90% اینها کتاب میدانن و 90% کتاب میدانن، 99% کتاب نمیدانن. 1% که کتاب میدانن مصلحت میجاب نمی. قربانی میگه خب با نرمی حلوا بده کارت را پیش ببر. انبیا حلوا ندادن، ترخی دادن، من قربانی حلوا میگه. ماشاءالله تو چقدر بزرگی، ماشاءالله چقدر بزرگی، ماشاءالله بدبخت کردی بیچاره. بزرگ کردی بگو که واقعا من بزرگم. بابا ما کسی نبریده تا نه بدبختش کردی. باپا ما آبش دادی، باپا ما بریدی و بزرگ کردی. من بیچاره فکر کنه که مثل من دیگه کسی بزرگ نیست. قربانی من بزرگ گفته دیگه من بزرگم. هر کس را که من تو بزرگ بگی میگه بزرگ میشه. لا یعلمون الکتاب الا امانی، یک سری خرافات بسمینا. الحمدلله علماء ربانی حرف حق میگن، حرف حق میگن. خدا نکند که دروغ بگید. به این خاطر میگم بیشتر تمسک به کتاب الله بکنید در سخنرانی که هیچ شکی در آن نیست، هیچ شبهه‌ای در آن نیست. دنبال کتاب یک واعظی میامد چندگیری همیشه چنان حرفهایی میزد که مردم گریه میکرد. الان بجام من همه آخر دون مرتبه سمت سبون من توی واعظ من از کجا میبندم. اما همه سبزی به سره دیگه از اون روز دیگه 2 مرتبه مسجد بازار روز را ند. اما این واضح تو از کجا میکنی؟ تو واضح از احسن الواعظین احسن الواعظین. تو خب این حرفهای تو سند دارن، عوام که نمیفهمن گرگی میکنن. لیکن این حرفهای تو مسجد من فکر نکنم سندی داشته باشه. این سری حرفهای پوچ واهی به سند به مدرک. قرآن بله داری؟ قرآن که همه حرفهایش امثال دارن، نصیحت دارن. قرآن که بله ندارن، بلکه با قرآن که کسی حرف بزنه مردم کم گریگی میاد. قرآن شمشیر میزنه، شرک را بدعت را بیان میکند، مردم به جایی که گریه کنه اشمعصت قلوب الذین. بله اهل توحید گریه میکنه، البته اونها که دلشون سخت نیست مثل ما. خدا ما را از سختی دل به تو پناه میبره. و انهم الا یظنون، اینا فقط گمان و تخمین میزنن. تا میپرسی که چرا ندای غیر الله کردی، چی میگن؟ بابا پیش وزیر بری، پیش استاندار بری، وسیله میخواهد. الله تعالی گفته برای ندای من وسیله بگیری، برای تماس بر من برقرار کنی وسیله بگیری. بله وسیله شما ایمان هست، وسیله شما مال صالح. با ایمان و با مال صالح مطابق دستور خدا این وسیله نجات شما وسیله قرب و بدون لا اله الا الله محمد رسول الله نجات هست، بدون اعمال صالح نجات هست. اینها وسیله نجات تو ایمان و اعمال صالح. ایمان بکی کلنا آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ائمته. هیچ جای الله به ما نگفته ایمان به امامت ائمه بیاری، گفته یک جا در قرآن بیاری که ایمان به امامت ائمه برای ما لازم باشه. نه لازم هست که ما ایمان به امامت امامی بیاریم، ایمان به رسالت همه انبیا. این 2 تا گروه شدن، گروه 3 تا گروه 4م کلم به دستان نویسندگان، گروه 5م آقا سادگان و آخوند زادگان. فویل للذین یکتبون، ویل است و هلاکت بر آنها که می نویسند کتاب به ایدیکم با دست خود، ثم یقولون بعض مردم عرضه می کنن میگه هذا من کتاب الله و هذا من کتاب الله. این کتاب من از کتاب خدا هست، از کتاب خدا هست. این کتاب
همه تحفت و نصایح از کتاب خدا هست. گنجش نشیند بر کبر مرده بداند ماند از کتاب خدا هست. این همه جلال العیون و رماد القلوب اینها از کتاب خدا هست. می نویسن باز میگم هذا من عند الله. این هم محرف از جانب الله. هدف چیه؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا مقداری و نقش سلیمانی و تعویض گلزار از کتاب خدا هست. پول به ذریعه اینا خوب نیاد از جیب سیتها، به ذریعه خانمها ملاهای تعویزی میگه من از کلام خدا تعویز میدم و دروغ میگه از تعویز گلزار تعویز داده و از نقش سلیمانی تعویز داده، از کتاب خدا تعویز داده. همه کتاب عادت میگن و از کتاب خدا، از کتاب خدا. همین دروغ ها اباطیل که در کتاب ها نقل شدن اینها از کتاب خدا هستند. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، ویل هست برای آنها از آن چیزهای تحریفی که نوشته دست آنها، ویل هست برای آنها از آن که اینها کسب کرده. گروه پنجم، پیرزادگان آقازادگان عمل نمی کند به خاطر اینکه پدر من بزرگیه، پدر من آخوندزاده هستم، من پیرزاده هستم. خب پدرت نیست که به جای نبی زاده باشی بدون عمل و ایمان قبوله؟ خیر. کم عملی پیرزادگان آخوندزادگان صاحبزادگان علنی بود که آخوندزاده مسجد نمی آید، پیرزاده مسجد نمی آید، آقازاده به مسجد نمی آید، نماز نمی خوانه، قرآن نمی خوانه، تورات نمی خوانه، تهجد نمی خوانه، می خوره و چنان چرب و نرم است که پیها از بالای پوستش دیده میشه سفید سفید. تو بعد گفته خیلی ما اگر گناه کنیم همون 4 روز خدا مالا آتش میبره باز نجات میده. اللہ تعالی میگه اینطور نیست. اگر پیرزاده و آقازاده هم گناه بکنه و گناهی که تمام اعمال او را بگیرن، یعنی کفر و شرک بکنه، نظر غیر الله بخوره، نیات غیر الله بخوره، من او را برای همیشه تو جهنم میذارم. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، هرگز نمیرسد به ما آتش جهنم مگر چند سبایی بیست، روزهای انگشت شمار. 40 روز پدران ما گوساله را پرستش کردن، اگر خدا ما را عذاب بده همون 40 روز. الله تعالی میگه بگو اینها را. همچنین قراردادی خدا با شما در قرآن، تورات، انجیل، زبور کرده که شما وقت 40 روز آتش میبینید. اتخذتم عند الله عهدا، همزه استفهامی انکاریه. آیا شما نزد خدا چنین قراردادی دارید؟ توحیدی داری، درسته، این قرارداد آتش جهنم با اهل توحید کار نداره. عمل داری، درسته، این قرارداد آتش جهنم با شما کار ندارد. ولی شما چنین عهدی نزد خدا دارید که پس هرگز الله عهدش را که با شما کرده خلاف نمیکنه؟ خدا همچنین قراردادی با شما دارد؟ یا میگید بر خدا چیزی را که نمیداند؟ بله، قانون خداوندی اینه، من کسب سیئتا، هر که کسب کند سیئتا عظیمتا، یعنی کفر و شرک. و سیئت زمان عظیم میشه تنوین برای تعظیمه که احاطت به خطیئته، خطیئه یعنی کفر و شرک این انسان را کاملا احاطه میکنن و این انسان محاطه. فاولئک اصحاب النار، اینها صاحبان آتش جهنمند، برای همیشه هم فیها خالدون. شرک بکنه، کفر بکنه، نظر غیر الله بخوره، ندای غیر الله بکنه، قبر سجده کنه، پرستش کنه، طواف کنه، لذا خدا اینا فقط 4 روز تو جهنم میبره. و شرک و کفر برای انسان یکی میگذارد. لئن اشرکت لیحبطن عملک، درسته یا نه؟ الله تعالی میگه تا آخر با گفتن عزیر ابن الله، المسیح ابن الله، توی شرک و کفر غرق هستید و میگید لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. نه، هر کسی کسب کند سیئه عظیمه که احاطه کنند او را خطاهایش، یعنی کفر و شرک، پس اولئک اصحاب النار هستند،
چه پیرزاده باشن، چه پیغمبر زاده باشن، چه آقا زاده باشن، هم فیها خالدون هم. ها بهشت کی میره و آتش جهنم کی را مس نمیکند؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. و آتش جهنم کی را مس نمیکند؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. شرایط ورود جنت پیغمبر زادگیه، آخون زادگیه، آقا زادگیه؟ نه، آمنوا وعملوا. این دو تا شرط وسیله نجات من و شما هستند. اینها صاحبان جنتن، همیشه تو جنت میمانند. آتش جهنم یک روز هم اینها را مس نمی‌کند. ایمان بکی و اعمال صالح، کتاب الله و سنت رسول الله تشریح ایمان را کرده. کل آمن بالله و ملائکته الاخرین. تشریح اعمال صالح به طریق محمد و رسول الله و انبیا در قرآن تشریح نشدن. اعمال صالح تشریح شدن، ایمان تشریح شده. پس با این دو سلاح، با این دو انرژی جنت برای همیشه مال شما، جهنم بر شما. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.